یک وقتی می سر کار میدویدم سگ دیوانه بری به خدا حل نمیزدم. حالا 4 قدم میرم حل میزنم که نه هر کس که می چغیر مت کرد که خون از بند دل او سر کنه. یعنی همینایی که میریم پیش دکتر میگیم ما هم چاق شما مشاوره میگیریم اونجور کته میکنیم اینجور کته میکنیم، من نمیفهمم شما پنجه میکنیم یا با دسترخو میمالیم؟ چقدر نجسترین چیزی بروی دنیاه. من هم که تا چاق نشدم خب منتها از اینکه کمک 15 کیلویی چاق شدم، ولی به هم دوری به نمیارزه. خدا برستی 5 دقیقه راه میری حل میزنی. همینایی که برای چغیم خدا شاهده از این بگذاریم. این بسیار یک چیز بده. امی لاغری بهترین چیزه. میدوی جرق چابقی برق مسترابی تا چی شو مرتگی تا کنه میبینی به او سری چاقا پنگوانگ میری تیتا مگرم میکنم. خدایی به درد نمیخوره. ما خود مکم چاق شدم و چا اذیتم. اونایی که ما هم چاق شیم بگذاریم از این چیز. اصلا چیز خوبی نیست برای که مرتگی منتظر قضا خونه.